Bismillahirrahmanirrahim. Data types خواندیم ما درست است. Data types. Data types مشخص کننده size variable و نوع معلومات value type of value kind of value and size of value د دوړه شایانه variable څه کول مشخص کول. د type ها زیاته ما خواندیم ما byte بود بایزو short بود short integer بایزو long درست بایزو کدام بودن float بود double بود character بود چار के मेगा सही था boolean بود بایزو string any non-primitive data type string reference types and so on reference type and other data types درست است. تمام ما تشریح کردیم data type مشخص کننده نوع معلومات و سایز معلومات در یک وریبل می باشه. خب امروز ما میایم برای هر data type در رن تایم قیمت میگیریم. اگر ما بیایم نشته کنیم بایت درست است بایت age شد درست. خب میایم در رن تایم برای زو چطور ما قیمتا بگیریم. امروز ما یک کلاس همی خوانیم به نام اسکینر. اگر خواسته باشین برای وریبل ببینید ما وریبل هم میتونیم که در بالا یک دفعه او را دکلیر کنیم بعد زو بیایم او را قیمت بدیم به این شکل. صحیح است. باز او را چه کنیم system dot out dot println درست. خود ایج ما چی میگم ایج برای ما پرینت کو خلاص that's it. حالی ما را میگم run file برای ما چی جواب میتا خود داخل ایج هر قیمتی که ذخیره شده او را برای ما نشان داد. حالا اگر خواسته باشین در رن تایم را قیمت بدیم باز چی کنیم در رن تایم اینیشیالایزیشن یعنی از یوزر که تو اینپوت بگیریم یعنی قیمت ایج معلوم نیست که چند باشه ایج معلوم نیست از یوزر میگیریم ما اول اینو تو پیام بیا که system dot out dot println درست است. از ما پرامپت کنه از ما بگیره از یوزر چی بخواه اینپوت بخواه درست است. enter your age اینو متابعه بازو در رن تایم ما بتانیم که ایج چه کنیم قیمت بدیم اینیشیالایز کنیم در رن تایم. یعنی ما ببینید دو نوع اینیشیالایزیشن داریم نه یک دیزاین مود است وقتی که کد میکنیم دیزاین تایم اینیشیالایزیشن است و دیگه هم رن تایم اینیشیالایزیشن است. رن تایم اینیشیالایزیشن دیزاین مود اینیشیالایزیشن دیزاین مود به این معنی که شما وقتی وریبل دکلیر میکنین دمو خوره کی چی میتین قیمت میتین یک و یک است رن تایم اینیشیالایزیشن. رن تایم به این معنی که از یوزر اینپوت میگیرین قیمت ازو در وقت کد معلوم نیست حالا ببینین قیمت ایج معلوم نیست از یوزر میگیریم. خب در اینجا اگر خواسته باشین از یوزر چی کنین اینپوت بگیرین برای وریبل شما باید از کلاس اسکینر استفاده کنید. ببینید در جاوا برای هر کار برای هر وظیفه برای هر اکشن که ما پرفورم میکنیم ما فانکشن و کلاس داریم درست است. حالا بعضی کلاس ها هستند که پری دیفاین هستند پیش از پیش در اینجا جور شدن ما جور نمیکنیم درست است تشریح شدن ساخته شدن. اسکینر یک کلاسی است که به خاطر گرفتن اینپوت از یوزر از او استفاده میشه. در یوزر نساخلی اینپوت اخلی اسکینر کلاس ته چې د یوزر نه په دې کمپیوټر کې څه اخلي اینپوت اخلي قیمت ورنه اخلي یو ویریبل لپاره صحیح. ان د ویریبل ایج په نوم قیمت معلوم نه ده او چې تو میتونیم برازي درن تایم قیمت بتیم کلاس اسکینر ببین هر کلاس که شما استفاده میکنین باید آبجکت رو بسازین آبجکت کلاس رو بسازین. به طور مثال sc چی است یک آبجکت است. در مثال ما نشته میکنم int a ای خودش چی است یک وریبل است تایپ ازو چیست اینتیجر است. خب ما اینجا گفته میتونیم که sc آبجکت یا اینستنس چیست یا نماینده چی است کلاس اسکینر است. ما از طریق sc یا آبجکت اسکینر داخل کلاس هر چیزی که است به او دسترسی پیدا میکنیم. داخل کلاس چی هستن داخل کلاس شاید فانکشنز باشن درست است. خب بین نوتپد یک کمی خوب تشریح میشم نوتپد پلس پلس یعنی می جمعیم ببین ما کلاس داریم نه کلاس داخل کلاس چی هستن فانکشن ها هستن یا متد ها برش میگم methods صحیح است.
और अगर خواسته باشین داخل کلاس یک فانکشن کال کنین آبجکت او را می سازین آبجکت آف دات کلاس آبجکت کلاس را می سازین شما آبجکت چی است آبجکت is the instance نماینده یا تطبیق کننده چی است کلاس است یعنی ما از طریق آبجکت کلاس داخل کلاس خودش چی میکنیم فانکشن های او را کال میکنیم یا متد های او را کال میکنیم به این معنی اول چی است در اینجا ما کلاس داریم بعد از کلاس ما فانکشن داریم اگر خواسته باشین به این فانکشن دسترسی پیدا کنین هر فانکشن بوده میتونه صحیح است شما آبجکت او را میسازین از طریق آبجکت فانکشن کلاس چی میکنین کال میکنین اول باید شما آبجکت بسازین از طریق آبجکت باز ما میتونیم که داخل کلاس بریم و هر متد که خواسته باشین او را اکسس کنین کال کنین درست در اینجا به حالا ما یک آبجکت ساختیم برای سی خب آبجکت ساخته نشده تا حالی چطور آبجکت اسکینر را بسازیم که یک آبجکت است از طریق کیورد نیو باز علامت مساوی نیو باز از نیو باز نوشته میکنین اسکینر این اسکینر که است این ما میگیم کنسترکتر به این معنی خود کلاس خود اسکینر کلاس هم است و کنسترکتر هم است به این معنی اگر شما سی پلس پلس خواندین شما کنسترکتر را چطور می ساختین نام کلاس و نام فانکشن یکسان باشن باید یک نوع باشن وقتی که نام فانکشن و نام کلاس یکسان شدن یک نوع بودن او را ما چی میگیم کنسترکتر میگیم حالا با مو شکل داخل کلاس اسکینر یک کنسترکتر ساختن با نام اسکینر این یک فانکشن است نام فانکشن و نام کلاس یکسان هستند یک نام دارن دیگه کدام نام بوده نمیتونه نه خیر فی الحال نمیتونه چرا که همون کنسترکتر است با نام اسکینر نام کلاس و نام فانکشن یک نوع هستند سیم هستند به این معنی این کنسترکتر کلاس اسکینر است یک کار اجرا میکنه کدام کار اجرا میکنه به خاطر آبجکت ساختن یا برای تطبیق اینمی کلاس از او استفاده میشه صحیح است ما از طریق نیو کیورد آبجکت چی را ساختیم آبجکت کلاس اسکینر ساختیم با نام SC مونږ د اسکینر یو نماینده جوړ کړ په نوم د SC اوس SC کولای شي د اسکینر کلاس داخل ته ننوځي او ټول فانکشن کال کړي کوم فانکشن چې زما په کاری هغه به کال کو صحیح است باز بهتون میگم اسکینر کلاس است پری دیفاین کلاس است به خاطر چی استفاده میشه که از یوزر اینپوت بگیره در رن تایم اینیشیالایزیشن انجام بده کلاس اسکینر ما اگر خواسته باشیم کلاس اسکینر استفاده کنیم برای یک وریبل که قیمت بگیره و ذخیره کنه در رن تایم ما یک آبجکت از او را ساختیم از طریق کیورد نیو ما از طریق کیورد نیو آبجکت کلاس اسکینر را ساختیم درست کلیر شد درست است حالا ما چه میکنم به طور مثال اینمی ایج است درست ما یک انتیجر وریبل میگیرم یک بایت میگیرم بایت اما تو مستقیم میرم پیش بایت خود بایت یک دیتا تایپ است غیر سلام نشه میکنم آیدی یا اس آیدی به چه معنی استودنت آیدی شماره محصل درست است اگر ما را قیمت میتیم به این شکل این خب معلوم شد نه این معلوم است ما از طریق اینپوت چطور قیمت میتیم بازی از طریق کلاس اسکینر خب برای ما چی میگه ما اسکینر نمیشناسم اسکینر کلاس شناخته نشد ما میگم این خب پیشتر در این موجود است باید از او استفاده شود میگه من نمیشناسم میرم چرا منبع از او معلوم نیست از کجا آمده از کدام یوتیلیتی آمده صحیح است ببین ما یوتیلیتی داریم داخل یوتیلیتی ما زیاد کلاس ها را داریم باز ببینین این از کجا آمده منبع از او معلوم نیست برای ما باید منبع از او از کجا گرفته شده در کجا ذخیره شده رفرنس از او چیست او را باید مشخص کنین شما ببینین آل بالا از او کلیک کنین اسکینر آلت مساوی آلت انتر ALT و انتر آلت انتر را پرس میکنم بالا از او چی میگه اد کو اضافه کو import وارد کنه چرا وارد میکنیم for java.util.scanner کلاس وارد یعنی به این معنی یعنی خود کلاس اسکینر از کجا گرفته شده از یوتیل java.util گرفته شده اسکینر د کلاس نوم ده او کلاس نوم نه لکه زین راغله ګوره نه پیژني ولی موږ منبع ورته مشخص کړي نه ده او چې تو مشخص کنیم بین د بالا بار اینمی نام پکیج اینمی جا شما چی نشته کنین import به چی معنی وارد کو
چرا وارد کو د جاوا دات یک یوتیلیتی است یوتیل به معنای یوتیلیتی دات باز دات تمام کلاس ها آمدن اینجا داخل یوتیلیتی ببینید ما زیاد کلاس داریم داخل اینمی کلاس ها یک کلاس به نام اسکینر هم وجود داره ببین ما نشته میکنم SC ببینید آمد خودش انتخاب شد صحیح است اینمی کلاس انتر کنین خودش اضافه میشه ببینید ما داخل جاوا دات یوتیلیتی صرف یک کلاس وارد کردیم که به نام اسکینر است تمام کلاس ها را وارد نکردیم سپیسیفیک کلاس مشخص ما معرفی کردیم اینجا چرا ایرر میتا ایرر میبینیم درست است باز برای ما چی میگه اینجا شما یک دفعه اینجا بین چی میگه no suitable constructor found for scanner ای وارد شده خواه مشکل در دیگه جاست میگه سکینر که برای یوزر اینپوت میگیره یا از یوزر چی میگه رن تایم قیمت میگیره خب از کجا میگیره اینمی کامپیوتر میگیره ما کجا گفتیم که اینپوت کنه نه گفتیم نه داخل اینمی قوسا ما برش یک چیز اضافه میکنم که system.in سیستم باز یک کلاس است سیستم باز یک کلاس است که چی کار میکنه سیستم اشاره میکنه به اینمی کامپیوتر وصل میشه مستقیم و معنی این چی است اینپوت است یعنی به این معنی که برای اینمی کامپیوتر system.in اینپوت بگیر صحیح است از طریق کنسترکتر اسکینر اینمی کنسترکتر در کجاست در کلاس اسکینر است درست شد یعنی اسکینر کلاس چی میگه میگه ما از یوزر اینپوت میگیرم برای چی میگیرم system.in در کامپیوتر بگی اینپوت ببین خود system.in به این معنی که در کامپیوتر باید اینپوت داده شد استاد یوزر داخل در کامپیوتر دیده نه مونږ ګوره د لیکو کیبورډ صحیح شو نو مونږ دا شی اخلي په دې سیستم کې انپوټ اخلي د چا له لارې نه د سکینر کلاس له لارې یعنی می سیستم کمپیوتر ما انپوت میگیره از طریق کلاس اسکینر از یک یوزر درست است حالا ببینید شناخت حاله اگر ما اینو نشته نمیکنم اینو میرم ببینید باز چی میشه دیگه واس اسکینر نمیشناسم کلاس اسکینر نمیشناس کجا ایمپورت شده ایمپورت نشده حالا ما ایمپورت میکنیم import java.util.scanner حالا ایره شناخت ان دې سیستم ته اوس انپوټ ورکولای شي څوک سکینر کلاس خب بیان کې ببینیم این میره که ما قیمت دادیم ما برش قیمت نمیتم ما دارن تم چطور قیمت بتیم با SID یک نام ویریبل است و بایت دیتا تایپ است بایت چند بایت بود از نام ظاهر است یک بایت است و کدام نوع قیمت ها را ذخیره میکنم هول نمبر این سه معنی بدون اشاریه اعداد بدون اشاریه درست است اعداد بدون اشاریه بایت شارت انت لانگ هر چهارشان اعداد بدون اشاریه میگیره و ذخیره میکنه در یک وریبل صرف هر چهارشان که هستند فرق بین از چی بود حجم از ساید است بالکل بایت شارت انت لانگ صحیح است هر چهارشان انتیجر قیمت ها را ذخیره میکنه بایت که بود یک بایت short 2 bytes integer 4 bytes long 8 bytes clear all bend نمیجا څه شي سکول پیکیج ده په دې پیکیج کې موږ یو کلاس لرو په نوم د سکول ډاټ جاوا صحیح ده استاد ما پیکیج جوړوي یا د مخکې موږ جوړو اول چې موږ کله پروجیکټ جوړو کنه په دې نوم جوړ کړو پروجیکټ صحیح ده په دې پروجیکټ کې خپل یو سورس پیکیج جوړیږي پیکیج صحیح ده پیکیج موږ ولې شي مجموعه بیا داخل د کلاسونه ورکی اضافه کو یک چی است بسته‌بندی میکنه که تمام کلاس ها را یک جای میسازه درست است داخل پکیج سکول ما یک کلاس داریم به نام سکول دات جاوا درست است باز اینمی کلاس دیگه کلاس ها را شما استفاده کرده میتونین که پری دیفاین هستند این کلاس خو ما ساختیم ما از کلاسی که تیار آماده هستند جور شدن صحیح است پری دیفاین هستند از اون استفاده کرده میتونید ببینید چند کلاس ها رو شما استفاده کردین یک خود اسکینر و یک سیستم شاید بعد از اون زیاد پری دیفاین کلاس ها رو استفاده کنید دغه انپوټ چې ما ورک اسکینر کلاس کار کوي د یوزر نه انپوټ اخلي په کوم سیستم په سیستم یعنی کمپیوټر کې انپوټ اخلي د چا لپاره د یوزر نه یوزر یعنی کیبورډ نه اوس
زه غواړم اس آی ډي یو ویریبل د موږ سره صحیح اس آی ډي یو ویریبل نه سټوډنټ آی ډي معنا لري دې ته زه غواړم قیمت ورکم برای چې تو قیمت میتیم در رن تایم قیمت میتیم اینه میره ما دکلیر کنیم اس آی ډي خالی است قیمت نداره مشکل دا ده باید کار یو آی ډي شو اخو ویریبل نوم ده صحیح فرق نکوي حالا میایم نشته میکنم در اینجا خب کلاس اسکینر که است این اینپوت میده به یوزر یعنی در یک ویریبل قیمت ذخیره میکنه نماینده اسکینر کیست SC ضرور SC باشه هر چیز بوده میتن ABC XYZ هر چیز بوده میتن ما چی میگم ما آیدی را قیمت میتم از طریق آبجکت اسکینر کلاس SC دات ببین ما بیشتر مرتان گفتم ما از طریق آبجکت کلاس داخل کلاس فنکشن ها را کال میکنیم تا که کار اجرا کنه بریم صحیح است باز برش میگم SC دات ببینید این داخل شد در کلاس اسکینر یعنی SC نماینده است نماینده کلاس اسکینر است که میتواند داخل اسکینر تمام داخل کلاس اسکینر تمام فنکشن ها را دسترسی داشته باشد نفهمیدین حالی هم یعنی SC چی است یک نماینده است آبجکت است از طریق SC ما میتونیم داخل کلاس اسکینر تمام فنکشن ها را کال کنیم اینمی تمام فنکشن ها هستند کدام فنکشن کار دارین صحیح است اسکینر خو کلاس بود کدام فنکشن کار دارین ببینین اینمی آیدی تایپ ازو چی است دیده تایپ ازو بایت است نه بایت چی نوشته میشه SC dot next byte next چی باشه بایت اینمی بایت آمد اینمی فنکشن ما کال کردیم چرا کال کنیم څنګه او دا بیا تراتلش کدا انټیجر یا بیا نیکست انټیجر راځي کدا ډبل شي نیکست ډبل راځي اگر string باشه با چی میشه next line میشه باز بهتون بسیار آسان است بسیار دلچسپ است ما یک کلاس داریم به نام اسکینر این کار کدام کار اجرا میکنه اینپوت میگیره از یک یوزر یعنی اینپوت به چی معنی قیمت میگیره تا که ذخیره کنه در آیدی در رن تایم ما برای یک آبجکت ساختیم از طریق کیورد نیو صحیح است SC نماینده کلاس اسکینر است یعنی به این معنی از طریق SC آبجکت کلاس اسکینر یعنی به نام SC از طریق از ما میتونیم تمام فنکشن هایی که داخل کلاس اسکینر هستند او را کال کنیم چرا کال کنیم یعنی SC.nextByte چی میکنه یک قیمت میگیره از یوزر که تایپ از چی باشه بایت باشه و پس ذخیره میکنیم دینمی آیدی That's it. SC په ځای کې بل شی وایي کېدای چې مخالفت کوي نه اصل کې SC سکینر مخکې راغلی ځکه ما نوم ورکړی چې اسانه شي دلته زه انپوټ ورکوم دا اوس خوشحاله شوی انپوټ بس دا مې انپوټ کا اوس دا فرق نه کوي ښه انپوټ صحیح شو ما از طریق آبجکت کلاس اسکینر که به نام اینپوت است از این طریق ما تانستیم که یک فنکشن کال کنیم به نام next byte چی میگه ما قیمت میگیرم کدام نوع قیمت میگیره بایت قیمت میگیره چرا میگیره میتونه چرا که از طریق اینپوت میتونه که در رن تایم قیمت بگیره خب اینپوت چی است نماینده اسکینر است ببین یک لینک داره خو اینو تو ما کلاس داریم به نام اسکینر از یوزر اینپوت میگیره ما برای یک آبجکت ساختیم یک نماینده ساختیم از طریق آبجکت یا نماینده کلاس اسکینر ما یک فنکشن کال کردیم به نام next byte یکی قیمت گرفت در کجا ذخیره میشه در آیدی ذخیره میشه این رو میگیم رن تایم اینیشیالایزیشن یا از یوزر اینپوت میگیریم از طریق کلاس اسکینر برای کلاس اسکینر ما اینپوت یک آبجکت ساختیم از طریق آبجکت next byte کال کردیم چرا که در تایپ ما بایت هستی به این معنی در آیدی شما میتونین که بایت ذخیره کنین نه که انتیجر و چیزا برای ازی نیست میتونین انتیجر ذخیره کنین خود سایز باز فرق میکنه بینک ببینیم اسکینر نماینده دیست یا مستقیما د اسکینر څخه کار نه کوي چې نماینده بالکل تو ډایرکټ نشي کولای د کلاس نه استفاده وکړي ډایرکټ دا قانون دی لکه تا په سی پلس پلس کې کلاس جوړاو مین فنکشن کې داخله څه جوړاو آبجکت جوړاو په یاد مراغه د سی پلس پلس ما چې می ساختیم یک کلاس اگر می ساختیم
اگر میخواستین که را تطبیق کنین به او دسترسی پیدا کنین به او کلاس یک آبجکت کلاس او را می ساختین در فانکشن مین. ما هم در مین فانکشن بر یک کلاس آبجکت می سازیم. صحیح است؟ خب این کلاس ما نساختیم، این پری دیفایند است، برای یک آبجکت ساختیم. از طریق آبجکت اینی به این معنی داخل اسکینر هر چیزی که است اینپوت میتونه به او دسترسی داشته باشه. کدام چیز است؟ اینمی نکست بایت در کجاست؟ در این اسکینر تشریح شده موجود است که بایت قیمت میگیره و از طریق اینپوت و ذخیره میکنه قیمت که گرفت در آی دی. حالا به این ما رن میکنم، درست؟ رن کنین، رن فایل از ما باید چی بگیره؟ ببینید بلنکینگ میکنه، میگه یک قیمت نوشته کدام نوع قیمت؟ بایت قیمت، یعنی بدون اشاره یک عدد باید باشه. نه ما نوشته میکنم 20. صحیح است؟ انتر کنین، بس پرینت نمیکنه، صرف گرفت از پیش داد. از شما در رن تایم قیمت چی کرد؟ گرفت. آیا در آی دی ما یک آی دی را داریم، کدام آی دی؟ هر چیزی که یوزر نوشته کرد امو آی دی را ما ذخیره کردیم در آی دی. ببینید اینمو تو که رن کردین شما چی میشه؟ اول کلاس آبجکت را میسازه، وریبل دیکلیر میشه، آی دی خالی است، باید یک عدد ذخیره شوده. چرا که دیتا تایپ آی دی بایت است، یعنی ما آی دی که خالی است قیمت نداره، از طریق یوزر یعنی input dot next byte یک قیمت میگیریم و ذخیره میکنیم در آی دی اینمی میگیره. ببینید خودش اینمی را گرفت. بالکل این معلوم نیست، اینمی را یوزر چیز میکنه، مشخص میکنه کدام قیمت نشته کنه. استاد اسمو برای وای سوت نگاش باش قیمت ورکړی دا سپیرت نو کړه بالکل حالا بین که معلوم شوه تا که ایره ذخیره معلوم شوه که ذخیره کرده نکرده همون قیمت که ما دادیم در آی دی. خب سیستم دات اوت است، سیستم دات اوت دات پرینت الن خود یک وریبل آی دی را پرینت کنه. صحیح است؟ ببینید حالا یک دفعه شما از یوزر قیمت میگیره، قیمت که گرفت انتر میکنین چی میشه؟ پس بیسته کی آوتپوت را کوي مونږ ته. دلته ګوره مونږ آی ډي د قیمت ورکړه په رن ټایم کې او دا بیرته ماته پرنټ کوي خلاص. دا ما قیمت ورکړه انټر بیرته دروش ماته ښکاره کړه. کلیر؟ بیا موږ یې رن ټایم څنګه input equal news color ها news scalar دا کنسترکټر دا ښه کنسترکټر یعنی فنکشن دی. صحیح ده؟ یا فنکشن ده چې د موږ څور لیږو system dot in ان د کمپیوټر کې زه انپوټ ورکوم د کمپیوټر ته د یوزر له لارې نه. صحیح؟ system dot in اسکینر د کجاست؟ این هم یک فنکشن است خو کنسترکټر است. ها کنسترکټر هم یک نوع فنکشن است، درست؟ د کجا موجود است؟ د اسکینر کلاس موجود است. صحیح است؟ وقتی که اینمی کار اینمی اینپوت چی است حاله برای چی اینیشیالایز کردیم ما اینستنشیت کردیم خود کلاس اسکینر که یک کنسترکتر است در اصل. صحیح است؟ سیستم دات این برای دادیم، یعنی تو میتونی اینپوت ما میگیم که در سیستم اینپوت بده، یعنی داخل کنی معلومات در کمپیوتر. سیستم دیتا اشاره داخل او دات این مانا اینپوت د کمپیوټر د انپوټ ورکوم د کنسترکټر د سکینر لارې نه. صحیح شو چې دا سکینر چیرته ده؟ په سکینر کلاس کې ده. دا ټول توانایي مو چاته ورکړه؟ انپوټ ته مو ورکړه. انپوټ کولی شي اوس د یوزر نه رن ټایم کې یو ویریبل لپاره قیمت واخلي. خو دلته بیا ټایپ ته ګورې ته که بایټ ته بیا د انپوټ لارې نه ورته نیکسټ بایټ کال کې که چېرته زه دا انټیجر کم است آلی ما چی میسازیم؟ انټیجر شارت میسازیم. شارت بین آلی چی نوشته میشه؟ بین نوشته. ببینید input dot next اینمی چی است؟ شارت. چرا که شارت قیمت میگیرم بدون اشاری است، این هم لیکن 2 بایت است. اینمی را قیمت بتن اینمی ذخیره میشه در آی دی. string ما یک را تشریح میکنم، درست است؟ همون تو پیش میره. این شارت است، درست؟ این چی است؟ شارت است. خوب نیست که در اینجا یک پیام باشه یوزر بفهمه که ما چی را نوشته کنم. پیام باید باشه نه؟ خب یک استرینگ چطور پرینت میکنیم؟ یک پیام از طریق سیستم دات اوت د بالای اینمی اینپوت دات نیکست شارت بالای از یک پیام اول بیا سیستم دات
out dot print صحیح است یا print الان اضافه کنیم تاکه لاین باید بریک کنه بین دبل کوتیشن نشته کنیم enter your ID صحیح است اینم بود هغه سیستم لاندې کولای شي څنګه لاندې کولای شي چاته ورکړي د دین لاندې دا د بل سیستم ډاټا ډاټ لاین آی ډي ها کوس کې دنه نو سره ډبل کوټیشن نه نه ما هدف هغه نه ده دا پیغام چې دا د چا لپاره د انپوټ لپاره ده چې یو یوزر پوه شي چې زه څه وکم لنجه یوزر نمیفهمید بیشتر حال میفهمه ببینید حال میفهمه که ما چرا نشته کنم لنجه حال دین اینجا است خواه این میره نشان داد حال دین اینجا است شما باید اینپوت بتین به یوزر با چی مانا یعنی از یوزر کیبورد نوشته کنین یک قیمت که چی باشه شارت دیتا تایپ باشه درست است تا که او را ذخیره کنه در آیدی یعنی ما برای آیدی در رن تایم قیمت میتیم صحیح است اینمی ما نوشته کنیم حالا هر کس میفهمه که انتر یور آیدی این پیام مربوط به این نیست مستقیم اگر این نباشه مشکل نیست کار میتا صحیح است لیکن کسی نمیفهمه که چی است حالا ببینین انتر یور آیدی هر کس میفهمه که یک آیدی رو باید نوشته کنم حالا انتر کنین پس 67 برتان نشان داد درست است حالا ببینین اگر خواسته باشین برای آوتپوت هم یک پیام باشه که اینمی آیدی تان شد صحیح است باز سیستم رو بگیرین اینمی جا system dot out dot خوب است که تکرار میشنه یادتان میشه باز در اینجا میگیم برش your ID مساوی با خود اینمی ID یا بوده میتونه که شما ایتونم بوده میتونه اینمی را بگیرین در اینجا بیارین و کانکتینیت کنین در یک سیستم دیگر را دیلیت کنین خلاص صحیح شد بینکی رقم تشریح کنیم درست ما یک آیدی ویریبل دیکلیر کنیم که دیتا تایپ ازو چیست شارت است شارت همیشه ناسین که بدون اشاری اعداد ذخیره میکنه 2 بایت است اینی جمع نشته میکنه یعنی بدون اشاریه قیمت میگیره این به این معنی انتیجر قیمت میگیره انتیجرز یعنی هول نمبرز بدون اشاریه قیمت گرفته میتونه یک و چند بایت است 2 بایت است 2 بایتس خلاص شد گپ برای ما یک آیدی یک ویریبل دیکلیر کردیم چی کردیم معرفی کردیم یک ویریبل جای گرفتیم در حافظه و آلی خو خالی است نه ما چطور به این قیمت میتیم از یوزر میتیم در رن تایم اول ما یک پیام اضافه کردیم که انتر یور آیدی تا که یوزر بفهمه ما چی نوشته کنم یعنی خود آیدی یک ویریبل است داخل ما از ما چی ذخیره میکنیم اول ذخیره نمیشه اول از طریق input object class scanner از این طریق ما یک میتود به نام next shot کال میکنیم ای چی میکنه ای shot قیمت میگیره از یوزر در رن تایم و ذخیره میکنه در آیدی در آیدی قیمت ذخیره شد باز چی میشه در لاین بیستم چی میشه system dot print ln چی میکنه امرای پیام یک string امو آیدی که ما در رن تایم برای زو قیمت داده بودیم از یوزر گرفته بودیم او را ما پرینت میکنیم خلاص بین رن کنیم رن فایل باز میگه انتر یور آیدی یک آیدی را نشته میکنم انتر میشه چی میشه باز پرینت میکنه برای ما امرای پیام یور آیدی مساوی با 20 صحیح شد this is called runtime initialization زیاد تشویش نکنین خواهی تکرار میشه زیاد صرف این را باید فهمیده باشین که سکینر کار کلاس سکینر چی است از یوزر اینپوت میگیره اگر ما خواسته باشیم در یک ویریبل در رن تایم قیمت بتیم ذخیره کنیم ما از کلاس اسکینر کار میگیریم ما مستقیم کلاس اسکینر استفاده نمیکنیم اول آبجکت از رو معرفی میکنیم صحیح است اضافه میکنیم به نام اینپوت و مساوی با نیو سکینر سیستم دات این یعنی به سیستم اینپوت میتیم از طریق کلاس اسکینر درست است و اینمی آبجکت که ساخته شد آل شما میتونین به هر ویریبل از طریق اینمی آبجکت کلاس اسکینر یک قیمت در رن تایم بگیرین و ذخیره کنین در خود امون ویریبل صحیح است مشکل خانه است خب very good آل میام ایره در چی تغییر میتیم در انتیجر تغییر میتیم صرف چی تغییر میشه صرف تغییری صرف تو دیر آسانه استاد یو غیر مثلا شارت سودی غیر کم بده تر دیر دا نو مطلب شارٹ میتھڈ بجائے بس لیکل کی گیا اس next short نیکسٹ Next. افر دیٹس اٹ صحیح نا
ګوره فنکشن دی په کلاس سکینر کلاس کې مونږ د انپوټ آبجیکټ لري نه هغه کال کوو چې هر یو خوښ شي هغه کال کوو خو ډیټا ټایپ ته به ګورې دلته ډیټا ټایپ ته به ګورې انټ نیکسټ انټ شارټ نیکسټ شارټ بایټ نیکسٹ بایٹ صحیح بیا اینجا یک مثال کار میکنیم اینجا برای ما میگه آیدی خب آیدی بزرگم بوده میتونه 4 بایت است دیگه صحیح اینتر باز براتون میگه کدام تفاوت نداره در پروگرام کدام تفاوت نداره صرف با جای شارت انتیجر آمد و سایز از زیاد از 4 بایت است درست آیا خواسته باشین لانگ استفاده کنین باید چی باشه یو تو چه تغییرات راوړوس آفرین नेक्स्ट लॉन्ग अगर बहुत निश्चित ना में तो ये तो करें खा इनपुट डॉट नेक्स्ट मीन लॉन्ग आमद इन्हें भी लॉन्ग दैट्स इट अशारे उसी बिल्कुल خب ده یک مارن میکنم یک دفعه باز میریم با بسیار یک عدد بزرگ ذخیره میتونه لانگ درست است خوبی هم شد آل بین به این شکل اگر ما خواسته باشیم یک فیصدی باشد اینجا نه برای فیصدی کدام دیتا تایپ است اشاری دار که ذخیره میکنه آخرین فلوت و پرسن پی ای آر نشته کن مشکل نیست انتر یور آی دی پیامم تغییر میتم خوب است یک نفر باید فهمیده باشه که ما چرا نشته کنم آل ببینید میگه آی دی خو وریبل نیست بجای آی دی پر شد input dot very good input dot next float that's it ایران باید پیام تغییر بدم تاکه فهمیده شود خب این مهم نیست وریبل مهم است که باید تغییر شوانه بجای آیدی پر شد آل بین رن کنیم این میرا شما میتونید در اشاری قیمت ذخیره کنین دات 5 45.5 انتر میکنیم پس براتون 45.5 نشان داد پرینت کرد بسیار آسان خود اول یک کمی چیز بود حال شما خودتان میفهمید خب دیگه چی است کدام دیتا تایپ است اوس یو بل اشاردار قیمت چخلی کوم دیتا تایپ ده آفرین ډبل پرسنټیج اما خبره ده صرف د دې په ځای به سره شي نیکسٹ ډبل بسیار آسان است and run و باید چند double چند بایت بود 8 بایت بود خب 8 بایتس 64 bits بیت مهم نیستن شما باید بایت فهمیده باشین که چند بایت از هر دیتا تایپ انتر کنین پس براتون نشان داد that's it درست است all بین با string string کدام نوع دیتا تایپ است non primitive است اصل دیتا تایپ نه دیده نه ده کرکتر نه لوड شود ها کرکتر تا مرازو ها next string and like username एक दफा بهتون میگه در رن تایم یوزرنیم نوشته کو تا مثال در فیسبوک که شما نوشته میکنید در رن تایم است پیش از پیش خب معلوم نیست در رن تایم است ها زیاد رن تایم استفاده میشه خواهد در سافتوری که شما میسازید یعنی معلوم نمیباشد شما چرا نوشته میکنید enter your username آل بین داده میشه آل خب وریبل تغییر میتیم به نام یوزرنیم مساوی با input امو یک چیز است object است dot next string است نه خیر باید دفعه تو فکر میکنه نه شاید شما در ذهنتان آمده باشه next string است نه خیر next string نیست dot next line چی میگه ببینید دیتا تایپ از چیست از فانکشن چرا ریترن میکنه این چرا میگیره و بالا از کار اجرا میکنه string اجرا میکنه بالا از کلیک کنین next line that's it پس بین لاین فنکشن امنش جوړ دا ورته د string لپاره نه کریکټر کې الګ صبر وکړئ ها صحیح شو ببین چی میگه next line خب امو فانکشن است پری دیفاین است مانه ساخته میره خب چرا next string نیست لاین است ببینید خود string اگر ببینید شما یک لاین نوشته میکنید نه یک لاین شاید باشه یک حرف نیست نه next line شاید باشه بخاطر از شما یک لاین نوشته میتونید شاید پاراگراف باشه یک لاین باشه زیاد باشه حروف next line گرفته درست است خب next line هم است یک دیگه هم است ما میخوانیم خب your پیام اگر تغییر میتین داده میتونید user name and اینجا چی باشه باید
نام ویریبل چی است تبالا User. یوزر نیم بین ببینیم رن فایل یعنی اینجا نشته میکنم احمد @gmail.com اینتر پس براتون میگفت احمد @gmail.com درست؟ اونا برای یک پاسورد. آه؟ پاسورد. خب اگر هدف تانی باشه که برای پاسورد چی بگیریم پاسورد خودش استرینگ است ها صحیح است استرینگ شما میتونید اعداد و حروف هر دو را ذخیره کنید درست این سوال اگر در گرافیک میکردن نه بسیار خوب می آمد در گرافیک بازی سوال چیز میکنه فرق میکنه یک جواب بسیار متفاوت برش داده میتونید شما در اونجا که تکست باکس ها رو ما میگیریم تکست باکس نمیگیریم تکست فیلد نمیگیریم ما پاسورد فیلد میگیریم باز و خودش همون چیزی که نشته میشه او را در پاسورد تغییر میده نشان نمیده پلین تکست نشان نمیده خب بازم در تایپ پاسورد باید چی بگیرین استرینگ بگیرین اگر اینتیجر گرفتین با این معنی صرف اعداد پاسورد میتین شما خب معلوم نیست اعداد باشه سپیس باشه حروف باشه چی باشه شما استرینگ نمیگیرین همون چیز است ها بالکل تشویش نداشته باشین اگر نشته کنین یوزرنیم باشه در زیرش پاسورد. مشکل نیست هر دو شما داده میتونید مشکل نیست یوزر نیم هم باشه در اینجا چی باشه باید پاسورد هم باشه صحیح است بین اینجا enter your username شد بین امیرا مثال کار کنیم مشکل نیست این امیرا کاپی میکنم کاپی and paste یک دفعه از یوزر نام میگیریم که یوزر نیم است و بار دوم چی میگیریم پاسورد میگیریم همون چیز است بازم خب بجای نمی پیام یوزر نیم چی نشته کنین پاسورد نشته کنین هر دو را پرنت میکنین امیرا بگیرین کاپی پیست کنین تاکه وقت ما ضایع نشده اینجا بجای یوزر نیم چی باید بیا خود وریبل پاسورد باید بیا و اینم تغییر میدیم که your password این همی چیز بالکل صرف کلاسونه فرق دیده لیک ادوانس لیک خود انترستینگ ندید بسیار دلچسب است جاوا ها برای هر کار شما یک فانکشن داریم ببینید برای هر دیتا تایپ فانکشن موجود است بین رن فایل میگم برش اول چی آمد یک وریبل ما دکلیر کردیم کلاس اسکینر داریم از طریق کلاس اسکینر و اینپوت ابجکت ما میتونیم به سیستم یا کامپیوتر اینپوت بدیم در قیمت در کجا ذخیره کنیم از یوزر که گرفته شوه در یوزر نیم باید ذخیره شوه درست است یعنی اینجا ما یوزر نیم نشته میکنم ahmad@gmail.com انتر کنیم باز کجا آمد enter your password like abc you have to say enter باز میگه your username ahmad@gmail.com your password abc123 that's it clear خب ده اینجا بیان حالی ما کرکتر هم میگیریم درست بیان کرکتر هم بگیریم اگر شما درجه یک محصول ذخیره میکنین صحیح است کدام گرید آمده گرید A, B, C, D, فیل F کدام آمده یک حرف اگر ذخیره میکنین خب ما کدام دیتا تایپ داریم به نام 4 است 4 چند بایت است در جاوا ولی کم کوڈنگ سسٹم استفادہ کی یونیکوڈ نافرین خر ذہن کے مشترک خبر رکھا یونیکوڈ نے استفادہ یونیورسل کوڈ حجم یونیورسل کوڈ یا کم زیاد است بزرگ است و خاطر ازو 4 کے جاوا کس با یونیکوڈ سیستم کار میکنه شما میتونید داخل ازو پشتو داری عربیک لنگویج ده نوشته کنید مشکل نیست خب ما تا حال نوشته نکردیم نه در کدام پیام حال نوشته میکنه مشکل نیست مستقیم در کد نوشته کنید در استرینگ درست خب 4 گرید میگیریم گرید این استودنت گرید درجه این خو یک حرف هم بوده میتونه نام ویریبل است درست گرید خب در این رن تایم چطور قیمت داده میشه درست بین اول نوشته میکنم system.out.print یا print ln درست میگه آرگومنت ثابت ہے ببینید امو آرگومنت که ذخیره میکنه در مین کلاس ما کی قیمت میتیم نہیں ڈبل کوٹیشن ای بسیار انٹرسٹنگ اور ببینید کمی تغییر میخوا نوشته میکنم enter student grade ما input
از طریق اینپوت چی میتیم در گرید قیمت ذخیره میکنیم. باز چی نوشته شوه؟ نام آبجکت کلاس اسکنر چی بود؟ در بالا موجود است. استخدام اسكنر نه لک دی خواهده اینپوت تو بر نزده شوی خواه. اینپوت نماینده یا آبجکت کلاس اسکنر چیست؟ اینپوت است. با جای پیشتر اس سی بود، ما در اینپوت تغییر داده میره، مشکل نیست. ای بی سی هم بوده میتونه، مشکل نیست. دات حالا چی میگه؟ خب 4 نشته کنیم. نکست 4 هیچ نداره. 4 لاچار است. 4 خودش چی است؟ حساب 4 است. نمیتونه. دیگه شما چی میکنین؟ خواه اول میگیرین. خب نکست لاین خب گرفتن نمیتونه. نکست لاین خب خارج استرینگ است، یک کاراکتر است. ما چی میگم برش؟ نکست، صرف نکست خلاص. یک آل ببینید. شما که نکست میگین، نکست اشاره میفهمین به چی است؟ قیمت آخری، عدد آخری، حرف آخری. ما که اشتباه میکنیم نه نکست اند به چی معنی؟ عدد تا که با آخری نرسیده، عددی که تا با آخر نوشته نشده. مثال مثال شما اگر میگین نکست اند به چی معنی؟ شما نوشته میکنین 2، شاید 200 باشه، شاید 2 تا با 2000 پیش میره، نموتو اشاره میکنه به عدد آخری. نکست تا با آخری. ستاسوسیام نکست قبل کرست. او کنه زوز وایم نکست خپل اشاره چی داده؟ نکست حرف داده. اول ما در گرید کس یک حرف میتیم. نکست به چی معنی؟ خب اگر شاید شما نوشته کنین احمد، کدام حرف در بین احمد بگیره؟ نه دی را میگیره. ما آخری چیزا میگیره. نه در وریبل هم اگر 3 دفعه قیمت بتیم، یک وریبل کدام قیمت میگیره؟ قیمت آخری را میگیره، نو میگیره، ریپلیس میشه. نه نکست با می اشاره میکنه که نکست حرف ما ذخیره میکنم. نکست چرا ذخیره میکنم؟ عدد یا حرف یا هر چیز که باشه او را ذخیره میکنم. نکست ما بگم تو کدام بگی با داخل از او. نکست خو میری تا با کجا؟ تا با آخر که رفتی دات 48 کرکتره که بالای 8 بالای چی است؟ نمیگه شما اندکس نمبر میتین. 8 خپل هلتا موجود 48 صحیح است. ببینین این میتونه که برای استرینگ هم استفاده شود. نکست مشکل نیست. خواه بجای نکست لاین شما نکست استفاده کده میتونین. پوشیدم خبره استرینگ که نکست لاین بزای بانده نکست هم استفاده کول شید تاسو. خب ایرا که ما نکست میگیم نکست 4 میگه ما حرف بعدی را خود ذخیره میکنم. خب یک حرف باید باشه. آیا کدام حرف ذخیره کنم؟ اگر ما احمد دادم برش که اشتباه در اصل احمد باید نشته نشود در تایپ 4. ما برش احمد دادم، درست؟ در احمد کدام حرف باید ذخیره کنم؟ خب شما که دیگه نمیخواستین، اول حرف کدام خواستین؟ ای را. ما میخواستم که ای را ذخیره کنه. خب ما اشتباهاً احمد نشته کردم. باید ای را ذخیره کنه، درست؟ ای را باید حرف اول ذخیره کنه، دیگه را ذخیره نکنه. خب ببینید ما میگم که string چی است؟ string is the collection of characters. یا تم برش میگم که string is the array of character. اسیب ما سویلی string the character نو چه دا؟ array هم ده کنه array. چرا که مجموعه حروفات چی هستن؟ string است. صحیح ده؟ کرکترون array هم که دلش. نمیتونیم برای کرکتر یا 4 چی بگیریم؟ یک array بگیریم. حالا ببینید وقتی که نام array را میگیم، یعنی احمد که شما گرفتین در کرکتر خو یک حرف ذخیره میشه. حالا احمد یعنی ذات حروف شدن، به این معنی array ساخته شد. صحیح است؟ ما استرینگ نمیگیریم. در امی کرکتر چطور یک حرف اول ذخیره کنیم یا آخر ذخیره کنیم، درست؟ ما چی میگم برش؟ اغسطا خو خدا تکم یو واری. صحیح؟ تو اس دلتا دوم رو کا چوتوی input dot next حرف ذخیره کا. کم حرف ذخیره کا؟ 48 کرکتر چیدا بکم انڈیکس نمبر بانے 0 بانے. دا ارے اگر شما میفهمین دا ارے ما انڈیکس نمبر داریم از 0 شروع میشه. آله طور مثال ما نشته کردم احمد ای اول که است بالای کدام اندکس نمبر است؟ 0 و اچ بالای 1 ام بالای ای بالای و دی بالای 4. ما برش چه گفتم؟ نکست حرف بگیر. کدام حرف بگیر در بین احمد؟
حرف که بالای اندکس صفر است. کرکتر که بالای د کدام اندکس نمبر است؟ صفر است. اشاره خود میکنه با ا. اگر ما یک نشته کنیم با کدام ذخیره میکنه؟ اچ ذخیره. اگر دو، امو تو سه، امو تو چار، امو تو آخری چهار است. صحیح است؟ اشاره میکنه اگر شما در رن تایم احمد نوشته کردین کدام حرف ذخیره میکنه؟ بالا اندکس چهارم که میاد که حرف پنجم است در اصل، از صفر شروع میشه اندکس. درست است؟ مشکلتان حل میشه. آلی باید یک حرف هم اول ذخیره شود. چرا دیگران نمیشن؟ خب یک کسی که نوشته میکنه نه گرید ای نوشته میکنه، چرا احمد نوشته کنه؟ اگر بازم اشتباها شاید ای اشتباه نکرده باشه باز ای اشتباه کنه، ما بگیم که صفر اندکس بالای اندکس صفر هر حرفی که است او را ذخیره کو. خلاص صحیح شد؟ بس مشکل حل شد. آل بین سیستم دات اوت دات پرینت الن. صحیح است؟ خود گرید ما چی میگیم؟ پرینت کنه بریم. درست است؟ این فانکشن یاد بگیرید. input dot next dot char 8. خلاص رن فایل. حالا ما برش میگم ببینین یک ای اگر شد ای خو مشکل حل است. بالای صفر اندکس میانه شاید ما احمد رو نشته کنیم، ای خو معلوم نیست. احمد که نشته شد بالای کلش نمیاد. نه، چرا که ما یک اندکس نمبر خواستیم. کرکتر بخاطر چی است که یک حرف ذخیره کنه. خب ما اشتباه نشته کردم. جواب از چی میاد؟ ای کدام؟ اول یا آخر ندوم؟ اول. شما چی میگین؟ یاره تو ها؟ چرا اول میاد؟ صفر اندکس نمبر است. اگر ما تو نشته کنیم سه باز چی میشه؟ کدام ای میاد؟ احمد است ای حرف چهارمش میاد. حرف چهارمش میاد. اگر پنج نشته شود دی میاد. شما چی میگین؟ هیچ چیزم نمیاد. دی میاد. ششم که باشه. زیاد میشه که شدیداً آفرین. اکسلنت. اندکس نمبر رو ببینید خواه احمد. صفر یک دو سه چهار. پنجم هیچ نیست. شما اره دیاتان باشه اگر ما سایز از 4 میدادیم اندکس نمبر چند میشد؟ 3. اگر 4 میدادیم 4 نبود صفر میداد. باز اشتباه نکنید اینجا خواه اینی چی شوا باید؟ صفر شوا. شما بگید ما یک حرف اولی را ذخیره میکنیم خلاص. بازو که نشته میشه و اشتباه است پس اثری رن میکنم. خواه رن فایل. حالا ما میگم برش احمد انتر کنین خود ای را نشان داد چرا که بالای صفر اندکس نمبر قرار داره. اگر ما اندکس نمبر تغییر میتیم با این معنی که دو جواب چی باید بیاد؟ نشته میکنم احمد انتر ام نشان داد. that's it. اندکس نمبر را باید شما شناخته باشین خلاص. صفر که بود بس هر چند حروف که نشته کنین بالا اول حرف برایتان پرینت میکنه خلاص. چرا که اندکس نمبر از ما چی کردیم؟ مشخص کردیم. استاد نام نباشه نه استاد گرید امکان دادیم استاد گرید ای بی سی تا تو درش میتونیم اونجا خود نام است نه احمد نباشه باشه رقم میکنه. ببینین ما نام نمیتیم یک حرف نشته کنیم. اینجا بیاین صرف ای را نشته کنین. بی نشته کنین. نه هر چیزی که نشته میکنین بی خو یک حرف باید باشه نه. مثلا که الف بی دست رسی. گوره دست داخل. شما دی وریبل دا یک وقت یک قیمت ذخیره میکنین درست؟ باز شما شرط میتین از طریق اف اگر پرسنتیج 70 بود دا گرید این می را ذخیره کن ای را ذخیره کن اگر نه بی را ذخیره کن نه سی را ذخیره کن نه اف دی را ذخیره کن. صحیح است؟ فلان هدف ما یک حرف بود خلاص. استاد مدرس سو یعنی شما کولای استفاده در انگلیسی مثلا در این چی رول کنه مثلا الف یا بی کی راسی است کولای شي دا یونیکوډ ده کنه دلته یا دا زه ولیکم ولې ټینشن کوي تاسو صحیح ده دا دی ولیکئ څه شی ولیکئ زه فهم چې درس وایم نوم ولیکئ نوم ولیکئ صحیح شو
90 اسکی بس ته سبت شولی چیل ته سپورت کړي ته ولې نه سپورت کوي صحیح دری پشتو چرا که این یونیکود است دی شک نداشته باشین خواه در دیتابیس چرا که در پشتو دری ثبت شده نمیتونه میتونه وارچار او را میگه باز ما رو دیسکس میکنیم بخیر درست است هیچ مشکلی نیست کار خانگی تان چی است خواه شما چند چیزا را میگیرین اگر میخوان یاد بگیرین این را اجرا میکنین خواه یک اول باشه رول نمبر رول نمبر 1 परसेंटेज 2 बाजू नेम से में हर से दरन टाइम भी गिरा दरन टाइम वापस बारे में प्रिंट हम करना चिकन प्रिंट करना आउटपुट बता देता है पजूरा शुमा में फार्मिंग को दाम देता है दैट्स इट हाजिरी नंबर